سلام، ازت ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتی و برای این گفتگو وقت گذاشتی. لطفاً اول یکم درباره خودت بهمون بگو تا بهتر بشناسیمت. سلام میکنم به همه دوستای عزیز. امیدوارم که حالتون عالی باشه. من نگار هستم و امروز توی این ویدیو و این مصاحبه میخوایم با شما راجع به کالج ماگدبورگ صحبت بکنیم. تجربیات شخصی خودم و پشت پرده واقعا کالج ماگدبورگ رو میخوام توی این ویدیو بهتون بگم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره و بتونه به تصمیم گیریتون حتی شده یه کوچولو هم کمک کنه. 21 سالمه، از تهران اومدم توی ایران، دیپلم تجربی گرفتم با معادله 1.5 و در واقع تصمیم داشتم که توی آلمان هم رشته تجربی رو یا حالا همون امکورس رو ادامه بدم و اینجا وارد رشته دندونپزشکی بشم. بریم سراغ سوال اول. کالج رو کجا و در کدوم شهر گذروندی؟ کالج ماگدبورگ توی ایالت زاکسن آنهالت در شهر ماگدبورگ هستش که اسم دیگه این کالج وبس هستش. یه کالج خصوصیه که زیر نظر هیچ دانشگاه دولتی نیست و به خاطر همین هیچ نظارتی روش نیست و من اینو یکی از بدترین پونکت‌های این در واقع کالج میدونم، به خاطر اینکه هیچ نظارت دولتی روی این کالج وجود نداره و هر اتفاقی میتونه توی این کالج بیفته و هیچ پیگیری هم آدم نمیتونه بکنه. طول تقریبی دوران کالج حدود 9 ماه هستش که در 2 ترم شما قرار هستش که این 9 ماه رو سپری بکنید و اینکه من این کالج رو به خاطر شرایط شخصی که داشتم بعد از اینکه به آلمان مهاجرت کردم حدود 6 ماه هیچ کاری نتونستم بکنم و فقط تلاشمو کردم که یه خورده زبان بخونم و بعد به خاطر دلایل شخصی خودم که حالا وجود داشت تصمیم گرفتم که کالج ماگدبورگ رو انتخاب بکنم، به خاطر اینکه خیلی اون موقع ازش تعریف میکردم و همه میگفتن که کالج ماگدبورگ خیلی کالج خوبیه، همه بچه‌ها راضی‌ان، نمره‌هاشون عالی شده و تونستن که اون رشته‌ای که دوست داشتن رو قبول بشن و به خاطر همین بود که من این کالج رو انتخاب کردم. کما اینکه کلی هم دوباره پرسجو کردم از تمام بچه‌ها و همه به من میگفتن که خیلی راضی هستم و به خاطر همین من این کالج رو انتخاب کردم و بعدها فهمیدم که چه پشت پرده‌ای توی این تعریف و تمجیدها از این کالج وجود داشته که باعث شده خیلی های دیگه مثل من به ناحق واقعا این کالج رو انتخاب بکنن. میشه گفت بزرگترین دغدغه و سد راه قبل از شروع کالج قبول شدن توی آزمون ورودی کالج هست. از آزمون ورودی برامون بگو لطفاً. خب یکی دیگه از نکات منفی کالج ماگدبورگ به نظر من این هستش که هیچ آزمون ورودی نداره و بچه‌ها با هر سطح و لول زبانی وارد کلاس میشن، کنار همدیگه میشنن و با همدیگه جلو میرن. یک کسی با مدرک B1 وارد میشه، یک کسی با مدرک C1 وارد میشه و دانشش واقعا C1 و یک کسی با یه مثلا مدرک نصف نیمه B2 وارد میشه که حالا یا یه تایل یا 2 تایل رو افتاده و در کل این کالج آزمون ورودی نداره و حتی شما با هر سرتیفیکاتی میتونید وارد کالج بشید و ثبت نام بکنید که این یکی از منفی ترین نکات این کالج به نظر من، به خاطر اینکه شما بعدها دقیقاً با مشکل زبان دست و پنجه نرم میکنید و دچار مشکل میشید توی دوره کالج. اگر که سطح واقعی زبانتون بدون نباشه خیلی آسیب میبینید و کالج شما رو مجبور میکنه توی پایان ترم 1 که کالج رو در واقع ترم 1 رو ویداهولند بکنید و این میشه هزینه مازاد، زمان مازاد و کلی استرس و شرایط سخت بیشتر. برامون توضیح بده که درس‌ها و مباحث کالجتون به چه شکلی بودن؟ یکی از مشکلاتی که ما داشتیم استادهای این کالج بودن که متاسفانه کلاس خیلی از استادا برای ما هیچ بار علمی نداشت و صرفا وقت تلف کردن بود. معلم بیولوژی ترم اولمون یک مثال بارز از در واقع این موضوع هستش که تمام وقت ما رو توی ترم 1 تلف کرد و اگر ما 4 تا مبحث میتونستیم بخونیم در واقع رسیدیم که 2 تا مبحث بخونیم و ایشون کلا درس نداد، ما خودمون خوندیم و تمام وقتمون رو ازمون میگرفتن این کلاس ها و به ما گفتن که خب انوزینهایت فلیشتی وجود نداره و شما در واقع میتونید سر هر کلاسی که فکر میکنید لازم دارید حضور پیدا بکنید، اما بعدها در واقع غیبت هامون رو تاثیر دادن توی نمره هامون و این شده یک بهانه‌ای برای کالج برای اینکه بگه خب اگر شما حالا نمره بدی گرفتین مشکل از معلم ما نبوده، مشکل از غیبت خودتون بوده و اینو بارها و بارها توی صورت ما کوبیدن، در صورتی که خودشون گفته بودن که هیچ در واقع فلیشتی یا هیچ اجباری برای حضور پیدا کردنتون سر کلاس ها وجود نداره. اگر بخوام راجع به تکالیف و این مباحث صحبت بکنم، ما عموما تکلیف خاصی نداشتیم، فقط معلم در واقع
دویچ ترم 1مون بود که همیشه بهمون تکلیف میداد، پیگیر تکالیفمون بود، اینکه همه چیز رو درست و دقیق پیش ببریم و واقعا یکی از بهترین معلمای کالج ماگدبورگ، یا میتونم بگم تنها معلم خیلی خوب کالج ماگدبورگ که هم به هممون کمک کرد، هم اینجوری ما رو هل داد به سمت جلو، هم ازمون میخواست که کار بکنیم، هم با همون واقعا تمرین میکرد و زمان میذاشت و به شدت دلسوز بود. همین خانوم بود که خب ما، یا حتی میتونم بگم من به شخصه، با عشق سر کلاسش میرفتم و واقعا زبان من سر کلاس این خانوم خیلی خوب شد. به خودم این جرأت رو دادم و به خودم این در واقع اجازه رو دادم که صحبت بکنم. آلمانیم خیلی بهتر شد توی طول مثلا 3-4 ماه و تنها معلم خوب کالج ماگدبورگ به نظرم این خانوم هستن که معلم دویچ هستن و برای ترم 1 ما بودن و به جز ایشون در واقع ما هیچ معلم دیگه این نداشتیم که بگم مثلا تکلیف به ما میداد یا تکالیفمون رو چک میکرد یا پیگیر بود و این مسائل. من توی این قسمت که بحث تکالیف و معلم و شرایط کالج هستش، این مبحث رو اضافه میکنم که کالج ماگدبورگ به نظر من به شدت با مشکل کمبود نیروی اکسپرت مواجهه، به خاطر اینکه استادایی که ما داشتیم 99% استادامون استادایی بودن که به شدت کیفیت تدریسشون پایین بود، اصلا بلد نبودن تدریس بکنن و خیلی رفتارهای بدی ما از این استادا دیدیم. به ناحق نمره میدادن و شما توی کالج ماگدبورگ به چشم خودتون بی‌عدالتی در نمره دهی رو میبینید که کسی که هیچ چیزی بلد نیست 1 میگیره و کسی که مثلا شما زحمت کشیدین، تلاش کردین و شما 3 میدن خیلی راحت. یکی دیگه از اتفاقاتی که برای ما توی طول ترم 1 افتاد این بود که استاد فیزیکمون به ما گفتن که ما 4 تا امتحان میگیریم از شما در واقع و 3 تا از این امتحانا رو ترتیب اثر میدیم توی نمره نهاییتون. در واقع نمره اون 3 تا رو با هم دیگه جمع میکنیم، اما در نهایت نمره امتحان اول و دوممون رو با هم دیگه دورشنیت گرفتن یا حالا همون میانگین گرفتن و امتحان اول ما یه امتحان پروبه بود که در واقع خیلی از بچه‌ها این برگه رو اصلا سفید تحویل داده بودن و خب 6 گرفته بودن و خود معلم گفته بود که من هیچ ترتیب اثری نمیدم برای این امتحان برای شما و در نهایت این تاثیر رو داد توی نمره ما و خیلی از ماها به ناحق نمره فیزیک ترم 1مون واقعا بد شد، به خاطر اینکه صرفا به این معلم اعتماد کردیم ولی ایشون هر لحظه نظرش عوض میشد. یه نکته دیگه که میتونم بگم اینه که این معلم تازه بعد از 1 ماه اعتصاب ما که نرفتیم سر کلاس معلم فیزیک اصلی خودمون، ایشونو فرستادن برای ما. معلم فیزیک اصلی که از اول ما داشتیم اصلا بلد نبودن تدریس بکنن، سطح تدریس فیزیکشون خیلی بالا بود و خب ماها هممون اون موقع فکر میکردیم که میخوایم FSP ریاضی بنویسیم و کسی اصلا تصمیم نداشت که FSP فیزیک بنویسه و واقعا ایشون ما وقتی که درس میدادن هیچ چیزی نمیفهمیدیم، به وقتی که دوباره مثلا ازشون سوال میپرسیدیم خیلی گنگ برای ما توضیح میدادن. یکی دیگه از نکات منفی کالج ماگدبورگ اینه که در حال حاضر کالج ماگدبورگ 2 تا معلم ایرانی داره که متاسفانه سطح زبانشون خیلی خوب نیست و با محیط کالج، روند کالج و کلا پروسه کالج رفتن و در نهایت FSP نوشتن اصلا آشنایی کامل و کافی ندارن و این به ما خیلی خیلی آسیب جدی وارد کرد. خب کالج یک محیطیه که شما توی این در واقع محیط باید یاد بگیرید آلمانی حرف بزنید، آلمانی در واقع درس بخونید و آلمانی توی محیط آلمانی بتونید صحبت بکنید و در ارتباط بمونید و وقتی که یک معلم ایرانی وارد این محیط میشه که فارسی با شما صحبت میکنه، فارسی درس میده، اون تکنیک های در واقع ایرانی رو هنوز داره استفاده میکنه، راه حل هایی که ما توی ایران توی دبیرستان خوندیم و داره استفاده میکنه، این یک آسیب بسیار جدی برای ما هستش، به خاطر اینکه در واقع اون تکنیک هایی که ما توی ایران برای حل سوالای ریاضی استفاده میکردیم اصلا اینجا اونجوری نیست در 90% مواقع و خیلیاش متفاوتین، راه حلای متفاوتی دارن، اصلا نوشتارشون برای حل یک مسئله کاملا متفاوته و این معلم اصلا اینا رو نمیدونست و این یکی از آسیب‌های خیلی 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 جدی برای ما بود و FSP که ما نوشتیم برای ریاضی بسیار FSP سختی بود برای آدمی که مثلا با این معلم جلو رفته و اصلا حالا اون مطالبی که ایشون تدریس میکردن مطالبی نبود که در سرفصل FSP باشه یا در خامن FSP باشه و ما نیاز داشته باشیم به دونستنش یا حل کردنش
و به غیر از این ما یک استاد دویچ دیگه هم داشتیم که برای ترم دومون بودن که ایشون هم جزو یکی از به نظر من بدترین استادای این کالج هستن. یعنی از روز اول ایشون اومدن تزریق ناامیدی به همه ما کردن، به ما گفتن که مثلا از این کلاس 20 نفره 2-3 نفرتون بیشتر FSP رو قبول نمیشه، خیلی با ما بد لج کردن و اصلا یک شرایط جو روانی خیلی منفی برای ما تولید کردن که خب خیلی به ما آسیب زد در طول ترم و به جای رسید که ما چندین بار با ایشون دعوامون شد. حتی شخص من خودم دعوام شد با ایشون و متاسفانه ما هیچ بار علمی از کلاس ایشون نداشتیم و تمام در واقع کاری که ایشون میکردن این بود که ما رو ناامید میکردن، هی به ما میگفتن این کلاس روی شما نیست، شما سطحتون این نیست، شما هیچ کدومتون قبول نمیشین، شما به هیچ جا نمیرسین و تمام این موارد که واقعا از لحاظ روانی برای ما خیلی سنگین بود. و در واقع در ارتباط با معلم بیولوژی هم ما معلم بیولوژی رو برای ترم 2 با زور و کلی التماس و خواهش تونستیم که عوض بکنیم و معلم ترم 1 اخراج شد از کالج. دلیلش هم این بود که ایشون هیچ تدریسی نکرده بود و اصلا در واقع ما رو آماده نمی کرد برای FSP و صرفا وقت کلاس رو واقعا به معنای کلمه تلف می کرد و خب ما در واقع شما فکر بکنید که 2 ماه مونده بود به FSP، ما هنوز 4 تا از مباحث بسیار بسیار مهم FSP رو نبسته بودیم و اصلا هیچ ایده‌ای نداشتیم که این کلی از مباحثی که ما باید میخونیم برای FSP رو نتونستیم بخونیم و معلم برامون حذف کرد و صرفا گفتش که به یه سری از موارد خاص اکتفا بکنید. در نهایت هم FSP بیولوژی برای ما خیلی خیلی غیر استاندارد بود و اصلا آماده نبودیم براش، کما اینکه خب یه کلاس دیگه که معلم در واقع بهتری داشتن آمادگیشون بیشتر بود، از لحاظ روانی آماده تر بودن، از لحاظ درسی خیلی خوب پیش رفته بودن و خب ما میتونم بگم تا یه روز مونده به FSP هنوز معلم داشت تدریس میکرد و خیلی از مباحث رو حذف کرد و ما اصلا اونجوری که باید و شاید عمقی نتونستیم بخونیم متاسفانه و تمام وقت ما رو ترم 1 اون معلم که حالا مسیر درست رو نمیدونست و معلم درستی برای ما نبود گرفت و ما متاسفانه خیلی FSP بیولوژی برامون بد تموم شد. در کل من اگر بخوام بگم واقعا کالج ماگدبورگ یکی از منفی ترین نکاتش این هستش که کادر آموزشی درستی نداره و وقت بچه ها تماما تلف میشه، تلف جو نادرست، تلف بازی های روانی که اونجا اتفاق میفته، تلف اون حالا محیط ایرانی که بچه ها خیلی متاسفانه پشت سر همدیگه حرف میزنن و حاشیه برای همدیگه درست میکنن و تمام این موارد علاوه بر اینکه شما کلی هزینه پرداخت میکنید اما از لحاظ آموزشی اصلا چیزی بهتون تعلق نمیگیره، یعنی فقط تماما تایمتون رو از دست میدین. معلم ایرانی ما مثلا برای ریاضی داشتیم که خب اصلا ایشون نتونستن درست تدریس بکنن، معلم آلمانیمون که خب گفتم به همون شکل که توضیح دادم براتون از لحاظ روانی ما رو خیلی پایین کشیدن و خیلی اذیتمون کردن، اصلا تدریس نکردن، ما رو اصلا برای FSP آماده نکردن و ما اگه سوالی هم از ایشون میپرسیدیم ایشون اصلا جواب به ما نمیدادن، یعنی میپیچوندن بحث ما رو در واقع و سوال ما رو و در واقع معلم حالا باز با معلم فیزیکمون ترم 2 عوض شد و یه معلم بهتری داشتیم که خورده با ما راه اومدن. معلم شیمی هم همینطور ترم دوم معلمایی بودن که خیلی کمکمون کردن، با همون راه اومدن. معلم بیولوژی هم که عوضش کردیم و ایشون در واقع بهتر بودن برای ما، اما ما زمان خیلی کمی داشتیم و واقعا نتونستیم عمقی درس رو بخونیم همونطور که گفتم. به صورت کلی هم اگه بخوام بگم من حدود 4-5 ساعت توی هفته درس میخوندم. بعد از کلاسمون ما معمولا کلاسمون از ساعت 8 صبح شروع میشد تا 3 بعد از ظهر. یه روزایی در هفته کلاسمون کمتر بود مخصوصا ترم 2، اما به صورت عمده از ساعت 8 صبح تا 3 بعد از ظهر کلاسمون طول میکشید و من روزایی که تا ساعت 3 حالا کلاس داشتیم حدوداً 4 ساعت از رو درس میخوندم، 4 تا 5 ساعت و آخر هفته متاسفانه سر کار میرفتم، وقت کافی نداشتم و یک شنبه ها معمولا تلاش میکردم که حداقل مثلا 6-7 ساعت درس رو بخونم
در نهایت هم نمره مدرکم یه عددی بین 1.5 تا 2 شد که متاسفانه اصلا راضی نبودم و به نسبت بچه ها و تلاش هایی که کردن من فکر میکنم یه سری از تلاش های من و استادان نادیده گرفتن. حتی خیلی های دیگه هم این مشکل رو داشتن و هم برمیگردیم به همین داستان که متاسفانه نمره دهی اصلا فیر نیست توی کالج ماگدبورگ و صرفا بر اساس قیافه اتفاق میفته. مثلا معلم دویش با خیلی از ماها لج کرد، حتی با بچه‌هایی که بفخاین کرده بودن لج کرده بود و واقعا داشت براشون داستان درست میکرد تو کالج. یعنی پیگیر شده بود که ببینه مثلا کیا زبانشون سطحشون پایین تر از 3 که واقعا و مثلا مدرک 3 که تلک آوردن و بفخاین کردن و انگار یه جور میخواست دست اینا رو بکنه و این لج کردن رو واقعا داشت به ما نشون میداد. دیگه اگه بخوام نکته دیگه بگم این هستش که به صورت کلی ما جزوه و تکلیف آنچنانی نداشتیم. فقط معلم دویچ ترم 1 بود که چون خودشون خیلی آدم منظمی بودن و خیلی دلسوز و مهربون بودن برای ما یک وبسایتی آماده کرده بودن. همه کارهایی که سر کلاس میکردیم، اگه تکلیفی داشتیم، اگه چیزی باید آماده میکردیم، همه رو توی اون وبسایت قرار میدادن. و اینکه به صورت کلی ما جزوه خاص و کامل و اینجوری مثلا بگم جزوه آماده که خیالات راحت باشه همه مطالب و داری رو نداشتیم. مخصوصا برای درس مثلا ریاضی اصلا نداشتیم و یکی از نگرانیامون همیشه همین بود که این جزوه رو نداریم. و حالا برای درس بیولوژی ما ترم 2 این جزوه رو داشتیم، خیلی مرتب و ترتمیز، ولی خب خیلی کم و محدود بود، یعنی جواب نمیداد واقعا برای اون FSP که ما نوشتیم که خب حالا FSP غیر استانداردی بود، واقعا به نظر من کافی نبود اون مباحثی که ما خوندیم. و در واقع به جز این برای شیمی و فیزیک خب اوکی بود کاملا، ولی برای در واقع بیولوژی ترم 1 ما واقعا تمام فرصتمون رو از دست دادیم. برای ریاضی همینطور اصلا با ما خوب کار نشد به نظر من. و اینکه فقط تنها درسی که ترم 1 خیلی خوب بامون کار شد و واقعا راضی بودیم ازش و همه چیزش خیلی مرتب و تمیز بود دویچ بود. به جز اون بقیه درسامون ترم 1 اصلا خوب نبودن. ترم 2 هم میتونم بگم همینطور، فقط حالا بیولوژی یکم بهتر و مرتب تر شد، جزوه داشتیم ولی بازم کافی نبود. خب حالا بریم سراغ آزمونا. سیستم امتحانا و نمره دهی چطور بود؟ ارتباط با امتحانایی که ما دادیم، ما به صورت کلی در طول ترم 1 و 2 حدوداً 3 تا 4 تا امتحان برای هر درسی دادیم. برای ترم 1 بیولوژی 3 تا امتحان دادیم و یه امتحان پایان ترم. برای ریاضی 3 تا امتحان دادیم و یه امتحان پایان ترم. برای در واقع شیمی همینطور 3 تا امتحان، یه امتحان پایان ترم. برای دویچ تاریخ‌های مشخصی داریم که 4 تا امتحان دادیم تقریبا و این 4 تا امتحان رو تاریخاش مشخص بود از قبل، تقریبا از هفته 3 و 4 شروع ترم اول تاریخاش رو مشخص میکنن و توی همون تاریخ‌ها در 90% مواقع امتحان میگیرن و در واقع این جمع این 4 تا نمره میشه نمره پایانی شما برای ترم 1 برای درس آلمانی. و باقی موارد که میمونه فیزیک که خب قبلا راجعش توضیح دادیم، 4 تا امتحان تقریبا دادیم که هر 4 تاش ترتیب اثر داده شد. و اینکه ترم دوم یه خورده شرایط متفاوت بود، باز ما برای در واقع دویچ 4 تا امتحان حدودا میتونم بگم دادیم که خب باز یه ناعدالتی که شد، یه کلاس یه امتحان کمتر داد و امتحانشون راحت تر بود براشون در واقع، ولی برای ما امتحان ما سخت تر بود و خیلی بیشتر به ما سخت گرفت. در واقع معلم اون کلاس فرق میکرد و معلم ما معلمی بود که از لحاظ روانی خیلی برای ما یک بازی روانی به شدت آسیبزایی رو شروع کرده بود و همش در حال تحقیر ما بود و خب واقعا هم چیزی به اون اضافه نمیکردن این آقا. و برای باقی درس هم تقریبا به همین شکل بود. برای فیزیک ما حدودا 3 تا امتحان دادیم، برای شیمی 2 تا امتحان دادیم علاوه بر امتحانات پایان ترم. برای بیولوژی هم حدود 3 تا امتحان دادیم ترم دوم به علاوه امتحان پایان ترم.
و در نهایت FSP رو میتونستیم از بین 4 تا درس انتخاب بکنیم. خب اگر کسی بود که FSP در واقع دویچ رو بفراین کرده بود که خب از همون اول تکلیفش مشخص بود و بین 4 تا درس دیگه یعنی زیست، شیمی، ریاضی و فیزیک باید 2 تا درس رو انتخاب بکنید و توی اون 2 تا درس شما FSP در واقع شخیفلیش بنویسین. که اتفاقی که میفته اینه که خب من به شخص زیست رو انتخاب کردم و ریاضی رو، چون با ریاضی ارتباط بهتری داشتم، با اینکه سطح ریاضیمون متاسفانه سطح خیلی 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 پایینی بود، ولی خب ترجیح دادم که ریاضی رو انتخاب بکنم. و این ترم به خاطر شرایطی که وجود داشت و استاد ایرانی که ما برای ریاضی داشتیم، تقریبا بیش از 80% بچه‌ها FSP فیزیک رو انتخاب کردن و FSP بیولوژی رو انتخاب کردن. FSP بیولوژی کاملا FSP غیر استانداردی بود، واقعا سخت و وحشتناک بود و خب ما از قبل معلممون بهمون گفته بود که من هیچ امتحان مولیشی نمیگیرم، اگرم امتحان مولیش بگیرم بدونید که خیلی خیلی امتحان سختی قراره بگیرم و کلا امتحان مولیش با من ندین. یعنی در واقع ایشون هم این بار روانی رو برای ما ایجاد کرده بودن که امتحان مولیش با من ندین و خب خیلی برای ما شرایط واقعا روحی سختی بود. FSP ریاضیمون هم من میتونم بگم به مراتب با تجربه تدریسی که اتفاق افتاد FSP سختی بود و معلم ما متاسفانه تلاششون رو ایشون کردن، ولی خب به خاطر اینکه خیلی دیر شروع کردم و اصلا منبع درستی نداشتن و من فکر میکنم آدم درستی واقعا ایشون برای این جایگاه نبودن. برای ما که یه همچین موقعیت حساسی داریم متاسفانه نتونستن به ما کمک بکنن و ما FSP ریاضیمون هم متاسفانه FSP خوبی نبود. FSP دویچمون FSP استانداردی بود ولی خب تصحیحش به شدت تصحیح بدی بود. در واقع معلم دویچمون یه سری افراد رو گلچین کرده بود و به اونا همیشه نمره بهتری میداد، نمره خوبی میداد و بقیه هر چقدر که تلاش میکردن اصلا به چشم این آقا نمی اومدن، چون به نظرش همه ما سطح زبانمون بد بود، هیچ چیزی از زبان آلمانی نمیفهمیدیم و اصلا حق اینو نداشتیم که وارد دانشگاه بشیم و خب نمره دهی ایشون بسیار نمره دهی بدی بود من معتقدم و اصلا عدالتی وجود نداشت و در کل در کالج ماگدبورگ شما عدالت نمره رو نمیبینین و واقعا با چشمای خودتون اینو میبینین که در حق شما داره ظلم میشه، بی‌عدالتی میشه توی نمره. یه سری معلم‌ها از روی قیافه فقط نمره میدن و این خیلی خوب تاثیر میذاره توی آینده آدم و شما توی کالج های در واقع خصوصی از روز اول هر نمره‌ای که میگیرین جمع میشه با نمرات بعدیتون و اون فرنوته شما رو میسازه. به خاطر همین هر نمره کوچیک و بزرگی که میگیرین، کم و زیادی که میگیرین، تاثیر مستقیم داره توی نمره پایانیتون و قبول شدنتون یا در واقع اینکه اون درس رو بیفتین. از پشت پرده های کالج ماگدبورگ اینه که توی کالج ماگدبورگ اتفاقی که افتاد این بود که خب متاسفانه خیلی از بچه‌ها نمره FSP شون نمره خوب و مطلوبی نشد و شما قانون در واقع این هستش که اگر نمره شریفلیش FSPتون و نمره فرنوتتون اختلافش بالای 2 نمره باشه شما موظف هستین که امتحان مولیش بدین و کالج به یک سری از بچه‌ها اطلاع نداد که باید بیاید امتحان مولیش بدین. چرا؟ به خاطر اینکه این بچه‌ها مجبور بشن دوباره ویداهولم بکنن و دوباره پول پرداخت بکنن و مثلا بعد از گذشت 2 هفته از در واقع امتحاناتی که ما دادیم تازه به یه سری از بچه‌ها زنگ زدن که خب حالا شما برنامه‌تون چیه، ما قرارداد ترم ویداهولمتون رو آماده کردیم، بیاین امضاش بکنین و دوباره یه ترم دیگه ویداهولم بکنین. در صورتی که خب این بچه‌ها حتی نمره‌هاشون هم نمیدونستن و اصلا هیچ وقت برای ما هیچ لیستی از نمره نفرستادن. متاسفانه هیچ وقت هیچ مسئولیتی در کالج ماگدبورگ پذیرفته نمیشه. متاسفانه هیچ کس مسئولیت خودش رو نمیپذیره و صرفا انگار کالج ماگدبورگ یه فضایی داره که ما چجوری بتونیم از بچه‌ها بیشتر پول بگیریم و کمترین امکانات رو بهشون بدیم. استادایی رو بیاریم که کمترین تجربه رو دارن، اصلا اطلاعات کافی ندارن، حتی ایرانی هستن و ما کمترین و ارزونترین امکانات رو به این معلم‌ها در واقع و به بچه‌ها بدیم و در نهایت واقعا بچه‌ها رو مجبور بکنیم به اینکه ترمشون رو مجبور بشن ویداهولم بکنن به خاطر اینکه نمره‌هاشون خب نمره‌های مطلوبی نیست، نمره‌هاشون رو دوست ندارن و میدونن با این نمره قبول نمیشن رشته‌ای که من یک بار دیگه هم اینو روشن میکنم اینجا که کالج ماگدبورگ
هیچ FSP در خود کالج ماگدبورگ طرح نمیشه و تمام FSP ها از کالج دولتی حاله میاد و فقط در کالج ماگدبورگ تصحیحش اتفاق میفته. پس معلم های خودمون برامون سوال های FSP رو طرح نمی کنن. این یکی از حرفایی که خب خیلی به من زده شد همونطور که گفتم و یکی از دلایلی بود که من تصمیم گرفتم این کالج ثبت نام بکنم، چون فکر می‌کردم همه چی داخلی اتفاق میفته، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. و نکته بعد این هستش که شما نمیتونین برای کالج ماگدبورگ امتحان FSP اکسترن بنویسین و همه این اتفاقاتی که میفته در واقع اگر FSP نوشته میشه فقط برای بچهای خود کالج ماگدبورگی که اینترن ماگدبورگ هستن و شما اکسترن این کالج رو نمیتونید بنویسین. در واقع اصلا ارائه نمیشه اکسترن FSP برای کالج ماگدبورگ. پس در واقع کالج ماگدبورگ هم کاملا مثل کالج خصوصی دوسلدورف هستش که بچه‌ها مجبورن برای نوشتن FSP به عنوان اکسترن توی کالج در واقع کلن ثبت نام بکنن و اونجا امتحان FSP رو بنویسن. به غیر از این موضوع ما کلن یکی دیگه از نکات منفی این کالج این هستش که ما در طول دوره کالج هیچ برنامه درسی یکسانی نداشتیم و هر هفته یک شنبه ها عصر با التماس از مسئولهای کالج خواهش میکردیم که برای ما برنامه رو بفرستن. خب خیلی از ماها سر کار میرفتیم، مجبور بودیم بریم سر کار به خاطر حالا شرایط مالی یا هر چیز دیگه ای. من خودم مثلا برای اینکه توی محیط باشم این انتخابو کردم و یه اتفاقی که افتاد این بودش که خیلی راحت کالج به ما گفتش که ما هیچ برنامه ثابتی به شما ارائه نمیدیم، شما هم حق و اجازه اینکه کار بکنین و به نظر ما ندارین و مشکل خودتون اگر سر کار میرید. و خب این برای ما خیلی خیلی سخت بود به خاطر اینکه ما هیچ برنامه‌ای اصلا نه تنها برای کار کردن بلکه برای زندگیمون نمیتونستیم داشته باشیم. یه شنبه شب یه برنامه درسی جدید یا یه پلن هفتگی جدید برامون میفرستادن. ما حتی زمان دقیقی برای امتحاناتی که میخواستیم بنویسیم نداشتیم و خیلی وقتا به ما یه بازی یک هفته‌ای میدادن، مثلا میگفتن از تاریخ 23 تا تاریخ مثلا 27 یا 28 شما باید امتحانتون رو بنویسین. هر تاریخی که اولین تاریخی که این درس رو داشته باشین همون بلوک شما در واقع امتحانتون رو باید بنویسین و این یکی دیگه از نکات منفی این کالجه که به خیلی از ماها آسیب میزنه. در کل اگر که بخوام بگم بنده به شخصه و تقریبا همه بچه‌ها ناراضی بودیم از امکاناتی که داشتیم، از معلمایی که داشتیم، از نحوه برگزاری امتحانا، از نحوه جزوه دهی که اصلا خب جزوه‌ای وجود نداشت و تمام این موارد. و بعدها ما در واقع متوجه شدیم که کالج به بچه‌های ترم‌های قبلی پول پرداخت می‌کرده اگر که بچه‌های دیگر رو از بیرون معرفی می‌کردن که بیان توی کالج ماگدبورگ ثبت نام بکنن و اینکه به خاطر همین بود که بچه‌ها همه تلاششون رو کرده بودن که آدم معرفی بکنن و خب پول بیشتری دریافت بکنن از کالج که خب این نتیجه شد ماهایی که واقعا از کالج ماگدبورگ ناراضی بودیم، ناراضی بیرون اومدیم و اون بار روانی که برای ما این کالج داشت به نظر من خیلی خیلی سنگین بود، در صورتی که ما اگر توی کالج‌های دولتی بودیم، من خودم رو میگم، من به شخصه واقعا پشیمونم از اینکه این کالج رو انتخاب کردم و یکی از دلایلم که به صورت روزمره دارم باش مواجه میشم اینه که خودم رو مقایسه میکنم با بچه‌هایی که کالج دولتی قبول شدن و وقتی که این مقایسه رو انجام میدم میبینم که اونا از لحاظ زبانی 100 پله از منی که رفتم کالج دولتی بالاترن و خیلی اوضاع زبانشون بهتره، آمادگیشون خیلی بیشتره، صحبت کردنشون، معاشرتشون، حرف زدنشون، فهمشون و همه چیزشون اصلا قابل مقایسه نیست با کسی که رفته کالج خصوصی. آها که اینطور. لطفاً از هزینه‌های کالج هم برامون بگو. کالج ماگدبورگ همونطور که میدونین کالج خصوصیه و اصلا به شما زمستتی که تعلق نمیگیره، همه هزینه‌هاتون با خودتون هستش، یعنی شما اون در واقع حدوداً 60 یوروی داشتن تیکت رو خودتون باید پرداخت بکنید و ازش میتونید استفاده بکنین و چون کالج خصوصیه و دوباره زیر نظر هیچ دانشگاه دولتی نیست، شما از امکانات دانشگاه هم نمیتونید استفاده بکنید و این به نظر من یکی از بزرگترین نکات منفیش میتونه باشه. و اینکه در واقع اگه بخوام بگم حدوداً 7000 یورو هزینه 2 تا ترم میشه. حالا یکم از کالج فاصله بگیریم و نظرت رو درباره خود شهر و تجربه زندگیت توی اون دوره بگو. شهر ماگدبورگ کلاً شهر خیلی گرونی نیست
ولی خب خونه پیدا کردن یه مقداری سخته. کالج خودش در واقع یه سری خوابگاه ها داره که در اختیار بچه ها میذاره که متاسفانه بعدها از این خوابگاه ها هم داستانایی در اومد و بچه ها ناراضی بودن به خاطر اینکه یه مقداری از پولی که در واقع باید برگشته میشده بهشون برنگشته بوده بهشون و خب این به نظر من خیلی میتونه تبلیغ بدی باشه. ولی خب در کل شهر ماگدبورگ شهر نسبتاً ارزون تریه به خاطر اینکه شهر کوچیک‌تریه. من خودم به شخصه توی اون ایالت و توی اون شهر در واقع خیلی خیلی تجربیات بدی کسب کردم. رفتار آدما، منششون، احترامی که به آدم میذارن به عنوان حالا یک خارجی واقعا خیلی ناراحت کننده است و به صورت کلی اصلا پیشنهاد نمی‌کنم نه شهر ماگدبورگ رو نه کالج ماگدبورگ رو. واقعا شهر ماگدبورگ اصلا شهر زنده‌ای نیستش. در واقع ساعت 8 شب همه سوپرمارکت ها همه جا بسته میشه، خاموش میشه همه چیز و خب حالا میتونیم بگیم مثل خیلی از شهرهای آلمانه که همینطور هستن و در کل شما توی اون ایالت و توی اون شهر میگم اصلا تجربیات خوبی به دست نخواهید آورد چون که واقعا رفتار آدما، شخصیتی که در واقع با شما برخوردی که دارن با شما و حالا اون روحیه‌ای که میخوان به شما کمک بکنن، میخوان کار شما رو راه بندازن، واقعا شما نمیبینین توی اون شهر و فضا و جو به شدت جو بدی هستش به خاطر اینکه خب همه ایرانی هستن و متاسفانه از لحاظ روانی خیلی جو سنگینی وجود داره توی شهر ماگدبورگ. به صورت کلی حمل و نقل عمومی نسبتا خوبه. خب کم کم داریم به انتهای صحبتمون میرسیم. به طور خلاصه بگو که در مجموع این کالج و شهر رو به بقیه پیشنهاد میدی یا نه؟ و در نهایت اگر موردی هستش که خودت دوست داری بهش اشاره کنی ما خوشحال میشیم. خب من اگر که برگردم عقب واقعا کالج ماگدبورگ رو انتخاب نمی کنم و سعی می کنم که 1 سال دوباره وقت بذارم و در واقع زبان بخونم و اینکه خودم رو آماده بکنم برای امتحان کالج‌های دولتی. دلیلی که من این رو میگم این هستش که ببینید شما باید یک بیس سطحی داشته باشین که اون بیس سطح B2 واقعیه که شما بتونین توی کالج حتی دووم بیارین. یعنی حتی اگر کالج شما خصوصی باشه هم اگر سطح شما B2 به پایین باشه شما نمیتونین توی کالج دووم بیارین و اگر آدمی میره امتحان کالج دولتی رو میده و قبول نمیشه این یک تلنگر به نظر من هستش برای اینکه به شما نشون داده بشه که شما آماده نیستید برای ورود به کالج و شما باید حالا کلاس زبان برین، خودتون تمرین بکنین، سطح زبانتون رو ببرین بالاتر و در واقع دوباره برای کالج‌های دولتی امتحان بدین. نظر شخصی من این هستش که اگر من برگردم عقب هم همین کار رو میکنم، اینکه دوباره 1 سال وقت میذارم برای زبانم و اینکه سعی میکنم سطح زبانم رو بالا بیارم و امتحان کالج‌های دولتی رو میدم و به هیچ عنوان مسیرم رو سمت کالج ماگدبورگ نمیارم چون شما حتی اگر وارد کالج‌های خصوصی، کاری با ماگدبورگ ندارم، وارد کالج‌های خصوصی بشین نمیتونین اونجا دووم بیارین. حالا توی کالج خصوصی ماگدبورگ اگر وارد بشین و سطح زبانتون خوب نباشه مجبورتون میکنن بالاجبار که 1 ترم رو ویدیو هولند بکنید و این یعنی دوباره پول مازاد باید صرف کنید، 3500 یورو دوباره باید بپردازید در صورتی که شما اصلا امکانات درستی دریافت نمی‌کنین و فقط از لحاظ روانی این پروسه برای شما هی سخت‌تر و سخت‌تر و طاقت فرساتر میشه. واقعا میتونم بگم در کل به نظر من کلا کالج ماگدبورگ یک اشتباه بزرگه و اگر که ایرانی‌ها واقعا وارد این کالج نشن این کالج درش بسته میشه به خاطر اینکه خب همه کسایی که الان وارد این کالج میشن ایرانی هستن و فقط ایرانی‌ها هستن که اینقدر دارن پول پرداخت میکنن و به خاطر در واقع فقط وجود ایرانی‌ها هم هستش که 1000 تا بیشتر باید پرداخت بکنن و اینکه به نظر من به هیچ عنوان کالج ماگدبورگ ارزش این رو نداره، نه از لحاظ مالی نه از لحاظ زمانی که شما وارد این کالج بشین، این کالج رو انتخاب بکنین و بخواین که توش تحصیل بکنین. خیلی خیلی ازت ممنونیم که به پرسشامون پاسخ دادی و وقت تو در اختیار ما و مخاطبینمون قرار دادی. ازت خداحافظی میکنیم و در ادامه راه برات آرزوی موفقیت داریم. امیدوارم که هر جا هستین همگی موفق باشین. امیدوارم بازم که این حرفا به درتون خورده باشه و تونسته باشه حتی شده یه کوچولو بهتون کمک کرده باشه که تصمیم درست رو بگیرین.